وقت شما بخیر. بعضی دردها هستن که کلمه‌ای واسهشون پیدا نمیشه. غمی که مثل خوره جانو از درون میخوره، مثل یه شمع در سکوت میسوزی و آب میشی. با دیگرون البته که میخندی، در جمع البته که هستی، حتی خدمت هم میکنی، ولی درونت در حال فروپاشیه و اینو بهتر از همه خودت میدونی. این گونه درد، این گونه غم غریبه نیست واسه خدا، چرا که شده بارها خیره بشی به یه نقطه و در سکوت جان تو به حضورش بریزی. و میدونید چی؟ سنگین تر اینه که خدا هم بهت زل زده ولی نه حرفی نه حرکتی، و خوب متوجه میشی که باید به سوختن، باید به آب شدن ادامه بدی تا تموم بشی. جالبه که در کتاب مقدس یه زنی رو میبینیم که با یه نام ساده معرفی میشه که او هم بارها در سکوت به یه گوشه خیره شده بوده و به چشمهای خدا زل زده بوده. اسمش حناست. ولی بذارید بهتون بگم که کتاب مقدس پره از داستانهای کسایی که با همین درد خاموش زندگی کردن و خدایی که در سکوتشون حضور داشته. داستان حنا رو در همون فصل اول سموئیل میخونیم. حنا با دلی شکسته نزد خداوند دعا کرد و سخت گریست. لبهایش تکان میخورد ولی صدایی از او شنیده نمیشد. عزیزانم، حنا دلش پر از درد بود. هیچ کس نمیدونست داره چه میگذره. دردش فقط جسمانی نبود، او زنی نازا بود. رنج او البته که فراتر از نداشتن فرزند بود. تو خونه‌ای زندگی میکرد که همسرش زن دیگه‌ای هم داشت و اون زن او رو واسه خاطر نازاییش دائم تحقیر میکرد. تو اون فرهنگ این یعنی ننگی که باید دائم در درون با خودت بکشیش. و میدونید بدترش چیه؟ بدتر از همه اینه که اونو خودت هم قبولش کنی و خودت هم دائم خودتو تحقیر کنی. حنا هر سال به خانه خداوند در شیلو میرفت، اما همونجا که مکان دعا، مکان برکت برای بقیه بود، واسه حنا مکان شکستن دوباره قلبش بود. ببینید کتاب مقدس اینو چطور توصیف میکنه. و او به تلخی جان نزد خداوند دعا کرده بسیار گریست. حنا از درون شکسته است. این همون نوع دردی هستش که بهتون گفتم، دردی که آدمو از درون میسوزونه و جز خدا کسی اونو درک نمیکنه. حنا نمیتونه اونو با کسی در میون بذاره، با هیچ کس، حتی با شوهرش هم. این درد و شوهرش القانه نفهمید. مرد خدا که ایلی باشه تازه عوضی فهمید و او رو متهم کرد که مسته. با شماتت بهش میگه تا به کی مست خواهی بود؟ شراب را از خود دور کن. بله عزیزانم، دیگران صرفاً ظاهر تو رو میبینند و رو همون هم قضاوت میکنن و تو در سکوت برمیگردی و به چشمان خدا ظلم میزنی. چون میدونی خدا صدایی رو که دیگران نمیشنوند میشنوه. دعایی که حتی به زبون نمیاد نزد خدا شنیده میشه. حنا فقط دعا نکرد، او دلش رو ریخت نزد خداوند. کتاب مقدس میگه زن پاسخ داد ای آقا، من زنی دل سوخته هستم و جانم را پیش خداوند ریختم. چه عبارتی! حنا نگفت دارم دعا میکنم، بلکه جانم را ریختم. عزیزانم، وقتی حرفی برای گفتن نیست، وقتی درد اونقدر عمیقه که فقط اشک تو جاری میکنه،
و بذارید اینو بهتون بگم که همون لحظه ها اتفاقا نزد خدا از مقدس ترین عبادت هاست. دوست عزیز من، تنها چیزی که به تجربه یاد گرفتم اینه که به زل زدن به چشم خدا ادامه بدی. بذار نگاهت با نگاه خدا گره بخوره. چی میشه نمیدونم. شاید مثل حنا ننگ و درد رو خدا برداره، تو رو بارورت بکنه. شاید هم مثل پولس در همون سکوت بهت بگه فیض من تو رو کافیه. به دیسیپلین فیض ادامه بده.